و به نام رحمبان مهربان خدای جهان. با سلام محضر یکایک بینندگان و شنوندگان محترم در سرتاب سر جغرافیای ایران و خدای، در خدمت شما هستم با 143مین برنامه از کتاب شریف ایقان مولا بهاءالله. موضوع امروز چی است؟ موضوع امروز خودم گفتم اگر یک عنوانی را انتخاب کنم بسی برایم دشوار شده بود. گفتم با همه عزیزان مشارکت میگذارم این پرسش را. متن را من مقداری میخوانم، بعد شما ببینید اگر به جای من میبودید برای این بخش از کتاب شریف ایقان چه موضوعی را انتخاب میکردید. حالا بماند که تمام کلمات مولا، همه جملات مولا، همه کلام مولا خودش 10 موضوع است. یعنی هر کلامش، هر جمله اش، هر کلمه اش، حالا بحث حروف بمانه. ولی به اینجای کتاب که رسیدیم، بعد بسم ربنا العلی الاعلی میفرمایند که از آن جمله جناب ملا حسین است که محل اشراق شمس ظهور شدند. محل اشراق شمس ظهور شدند. لولاه ما استوى الله علی العرش رحمانیته و ما استقر علی کرسی سمدانیته. این یک کلمه یا یک حرف یا یک جمله. و جناب آقا سید یحیی که وحید عصر و فرید زمان خود بودند، و ملا محمد علی زنجانی و ملا علی بسطامی و ملا سعید بارفروشی و ملا نعمت الله مازندرانی و ملا یوسف اردبیلی و ملا مهدی خویی و آقا سید حسین ترشیزی و ملا مهدی کندی و برادر او ملا باقر کندی، ملا باقر و ملا عبدالخالق یزدی و ملا علی برقانی و امثال اینها که قریب 400 نفر بودن که اسامی جمیع در لوح محفوظ الهی ثبت شده. همه اینها مهتدی و مقر و مذعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند و به رضای ذوالجلال پیوستند و از سر جان برای جانان برخاستند و انفاق نمودن به جمیع آنچه مرزوق گشته بودند، به قسمی که سینه هاشان محل تیرهای مخالفین گشت و سرهاشان زینت سنان مشرکین. چنانچه ارزی نماند مگر آن که از دم این ارواح مجرده آشامید و سیفی نماند مگر آن که به گردنهاشان ممسوح گشت و دلیل بر صدق قولشان فعلشان بس آیا شهادت این نفوس قدسیه که به این طریق جان در راه دوست دادند که همه عالم از ایثار دل و جانشان متحیر گشتن کفایت نمی کند برای این عباد که هستند و انکار بعضی عباد که دین را به درهمی دادن و بقا را به فنا تبدیل نمودن و کوثر قرب را به چشمه های شور معاوضه کردن و به جز اخذ اموال ناس مرادی نجویند. چنانچه مشاهده می شود که کل به زخارف دنیا مشغول شده اند و از رب اعلا
دور مانده. حال انصاف دهی که شهادت اینها مقبول به مسموع است که قولشان و فعلشان موافق و ظاهرشان و باطنشان مطابق، به نحوی که تاهت العقول فی افعالهم و تحیرت النفوس فی استبارهم و به ما حملت اجسادهم. خب من تا اینجای عبارت را خواندم تا شما در جریان با ملاحظه با زیارت این کلمات و جملات در جریان این بحث قرار بگیرید که مولا بهاءالله چه میفرمایند. خب من برای کسانی که اگر جلسه قبل را مثلا الان نداشتن، من الان یک مرتبه اون میارم و به این دلیل ببینید در اینجا مولا فرمودن که لحاظا از جمله ادله بر اثبات این امر آن که در هر عهد و عصر که غیب هویت در هیکل بشریت ظاهر میشد. اصلا دلیل غیب هویت چیست؟ یعنی دلیل آنی که غیب است، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به غیب ایمان دارن، یعنی خداباوران. دلیل خداباوری چیه؟ از جمله ادله بر اثبات این امر آن که در هر عهد و عصر که غیب هویت در هیکل بشریه ظاهر می شود. یعنی یک بشر میاد درباره آن غیب قدیم، غیب قدم، غیب ازلی گزارش میدهد. خب از جمله ادله بر اثبات این امر که در هر عهد و عصر که غیب هویت در هیکل بشریه ظاهر می شود، بعضی از مردمی که معروف نبودند بود. یعنی دلیل یک اون هیکل بشریه بود، یک هیکل می آمد. خب خود هیکل درباره اون غیب هویت گزارش میداد. خب این دلیل بزرگی است. مثلا راجع به خدا آدم چه بگوید؟ اون چی که هیکل میفرماید، اون چی که مثلا حضرت باب الله میفرمایند گزارش است دیگه. آدم گزارش را میشنود، گوش میکنه، دقت میکنه، تأمل میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، با اون پیامبر درون حقیقیش، به اصطلاح با اون منادی ندای وجدان و حقیقت درونش که عقل انسان باشد، قدرت تفکر و تجزیه تحلیل انسان باشد، بعد نگاه میکنه، تصدیق میکند یا خدای ناکرده تکذیب میکند. و از جمله، یعنی این مهمترین دلیل است، خود انسان متصل به غیب هویت میشود. این یه حرف است، این یه بخش است، این یه داستانه. انسان با اون کسی که متصل به غیب هویت شده است از اون گزارش میشنود، تفکر و تأمل میکند، بعد تصدیق میکند، تایید میکند، بعد تطبیق میکند، بعد میگه صحیح است، صحیح است. این یکی. و از جمله ادله دیگه چی بود؟ این قسم سومش است. آدمایی میان که مثلا شهادت میدن، گواهی میدن. مثلا بحث امروز ما این عزیزانی است که اسم مبارکشون رو مولا در اینجا آورده، مثلا ملا حسین مثلا بشرویی. این خودش یک دلیل می شود بر حقانیت حضرت مولا باب الله. چرا امروز این جلسه 143 است که ما داریم میخوانیم؟ یعنی در 142 جلسه ای که مولا بهاءالله صحبت کرد دائما از دو قوس کمان، از ازل و از یک هیکل در اصل صحبت میکنه. تمام صحبت ها، حالا مستقیم و گاهی وقتا غیر مستقیم، درباره یک مبدأ متعال، مبدأ ازلی و سپس درباره آن کسی که از اونجا گزارش تهیه میکرد، مثل حضرت اون مربی بزرگ و اون مربی اعلا، اصلا بگو رب اعلا، نقطه اولا، حضرت اعلا، بابای بهاءالله، مثلا حضرت سید علی محمد شیرازی. اللهم صل علی باب الله و اهل الباب، اللهم صل علی بهاء الله و اهل البهاء. چه داستانیه! حالا یا خدا، مولا بهاءالله وقتی به اینجا رسیدن، خب
عرض کردم میخواستم این کلمه رو توضیح بدم بار دیگر، گرچه در جلسه قبلی گفتم اراذلنا ما نراک الا بشرا مثلنا و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا. اراذل، خب ادله غیب هویت با خودش هست که غایبه. گاهی وقتا هیکل میاد او رو ظاهر میکنه. گام اول، گام دوم، گام سوم شاهدان هستن. شاهدان کیا هستن؟ اراذل. اراذل مثلا، اراذل خیلی کلمه قشنگی شد باشه نه؟ اراذل یعنی آدمایی که زیاد سواد ندارن یا سواد ندارن، آدمایی مثل من دهاتی مثلا میگیم، حالا ما دهات هستیم متاسفانه ما سواد داریم، ای کاش که ما بی سواد میبودیم، ای کاش ما از اراذل میبودیم، ای کاش لذتی داشتا. اصلا آدم آرزو میکنه در یک جامعه، یعنی باید آرزو بشود که انسان در یک جامعه از اراذل گردد. اراذل یعنی کسانی که مدرسه ولی فقیر نرفتن و نجس نشده، این آلوده نشد. استغفرالله چی بگم؟ کسانی که مدرسه ولی فقیر نرفتن و آلوده نشدن، کسانی که به دام مثلا امیرکبیر نرفتن و آلوده نشدن، به این میگن اراذل. اراذل یعنی ارذل، یعنی پست، پایین. طبقات اشرافی جامعه کسانی هستن که نزد امیرکبیر رفتن، دست بوسیدن، پا بوسیدن، اینجا و اونجا بوسیدن و دستمال کشیدن و بالاخره بزرگ شدن. اراذل حالا پایین. خب در جریان انبیاء قدیم مشکلات بگم یا موانع بگم یا موانع شناخت مثلا اینجا. خب آدم مثلا یک غیبی هویت که غیبی هویت است، هیکل مقدس مثل محمد رسول الله ظهور میکند، خب در اون باره گزارش میده. رفقاش کیا هستن؟ همه اراذلن، همه مثل خود بی سواد و کم سواد و درس ناخوانده، ولی اندرونشان بیدار است، کسی خبر نداره. خب این سه تا رو توجه بکنید. یعنی میخوام که این وضعیت قلب مولا بهاءالله است که داره از جاش کنده میشه، میخواد انتقال بده. این قسمت و ما نراک، اینم آیه قرآن دیگه، این سوره نگیم، من از خودم میگم، افتخارم نداریم که از خودم بگیم، کسی اینا از خودش بگه اون خیلی بزرگتر از ما هستن. سوره اون هود است، هوده های سوره هود، آیه 27. ما نراک الا بشرا. حاج آقا نوح، شیخ نوح، آقای نوح، ملا نوح نبی الله، ما که تو رو میبینیم که همه مثلا از این قلعه و از اون قلعه، مثلا از شهر نور پا شدی یا مثلا از شهر شیراز پا شدی و تو که مثل ما آدمی که ما نراک الا بشرا، ما نمیبینیم تو را مثل ما بشر، تو مثل ما بشری که. و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون، کسانی هم که پیرو تو هستن ما اینا رو نمیبینیم مگر اینکه در بادیه اینا همه اراذلن، هم کم سواد و بی سواد و بدبخت و بیچاره و مثلا اینجوری. اینا اصلا نرفتن درس نخوندن، توی این مسجد توی اون مسجد، مثلا این چه حرف است؟ اینجا اصلا وقتی که ما با داستان محمد رسول الله مواجه میشیم همینجوریه، با شیخ نوح نبی الله مواجه میشیم با همینجوریه، به روایت به گزارش قرآن مقدس. جریان بابالله یه چیز دیگری. جریان بابالله یعنی همه آنچه را که خوبان داشتن اون یک جا داشت، به علاوه بقول آلبانیا پلوس، 1 پلوس 2 تا 3 تا 4 تا قابل شمارش نیست. چرا؟ یا حالا راجع به بهاءالله خب بحث نیست که من راجع به حضرت مولا بگم، این مثلا یک جلسه مستقلی میخواد. حالا خود بهاءالله درباره بابالله، حالا من ساکت میشم راجع به مثلا حضرت بهاءالله که اون مثلا چه کسی بود و این چگونه از غیب هویت سر در آورد، این چگونه کتاب آورد و بیانات و معجزات آورد و کیا پیروش بودن از اراذل که خوشا طوبی للاراذل. ولی مثلا ما یه وقتی مثلا این ژینوس مثلا محمودی است و خودش مثلا یه یلیه برای خودش، این نبود در انبیاء قدیم، کم بودن از اینا. حالا بودن که نوش جانشون ولی کمتر دیده میشد مثل ژینوس ها. حالا از کدم راجع بهاءالله خب الان بحث نیست، بهاءالله راجع به بابالله میفرماید. اینجا که میگم قلب مولا بهاءالله وقتی میخواد انتقال داده بشه میگه که قبلنا، حالا مثلا یک پیغمبر بود، مثلا میگم اصلا میش میگفت بابا نداره، مثلا میگفتم به مامانش میگفتن زناکار، استغفرالله،
میدانید عیسی فرزند مریم است. به مریم میگفتن زناکار، معروف بود. خدا خفهشون میکرد که نمیگفت، ولی گفتن دیگه به شهادت قرآن، به شهادت قرآن رسول الله که کلام خداست، میگفتن که آی تو بقیه هستی. بعد میگه ماکو بقیه. مریم چرا جواب میداد؟ مریم جواب میداد، زحمت میکشید میگفت جواب میداد، میگفت ماکو بقیه، من زناکار نبودم، نیستم، و این شوهرمه. مثلا این بچه کیه؟ این حاج آقا شیخ یوسف، این نجار یوسفیچا، این شوهرمه. گفت خب ولی ازدواج که نداری که، از امیرالمومنین مدرک بیار. نداشت. گفت بس تو زناکاری. بعد گفت نه اصلا ما شوهر نداشتیم بماند. خب این بچه کیه؟ عیسی. باباش کیه؟ خدا. ما وقتی با پدیده عیسی روبرو میشیم، بابا ردش گمه، مامان مشهور به زناست. اینا رو چی بگم؟ من قبلا اینا رو مفصل توضیح دادم. من یک روز گفتم که خجسته خانم آیا مثلا میگم آیا شما از غیبت میکنید، غیبت نمیکنید؟ همین خجسته حاج آقا ولی فقیه، آیا غیبت که بدتر از زنا هست که مثلا میکنه نمیکنه، در این جلسات میشینیم با هم حرف میزنیم؟ یه جواب بده. جواب نمیده. جواب اینکه غیبت میکند یا نمیکند جواب نمیده. حالا دیگه بحث کسی که مثلا تهمت بزند یا مثلا اینو متهم کنه، از این شیخ رو، شیخ ایران یا شیخ افغانستان رو که زنت مثلا اونجوریه، پدرشو در میارن. جواب چیه؟ اصلا پاسخگو نیست ولی فقیه اصلا و ابدا. نه ولی فقیه، نه دستگاه ولی فقیه. اما در دستگاه نبوت همه میگن دیگه، مشکل ندارن. القصه پدیده عیسی روح الله یا نبی نوح الله اینجوریه، پاسخ میگوید، میگه هستی، اون میگه من نیستم، مشکلم نداره. و نقاطی وجود داره، الان برای من روشن است، ولی نقاطیه، نقاط جای پرسشه، نقاطی است که چالش برانگیزه. آدم مادر یک آدم متهم بشه به زنا، باباش هم که ردش پیدا نباشه، اصلا فراری باشه، بعد این بشه پیغمبر، مثلا این بشه ادعای نبوت بکند یا ادعای هیکلیت بکند. عیسی خیلی سخت بود نه؟ بعد رفقاش که اصلا اراذل، مثلا میگم اراذل، یکی هم ماهیگیره، یکی مثلا اونجا، یکی همه از اراذلن. اینه اینجوری مثلا استغفر الله، کلمات اصلا کلمات اصلا بیروح شده است. حالا مولا بهاءالله اینجا بیاد دلش غند آب میشه باب الله رو که میبینه، داره میخواد این میگم که وضعیت قلب مولا بهاءالله رو میخواستم جراحی کنم، انتقال بدم به عالم انسانی. خب حالا یا خدا میگم قال الملأ الذین کفروا من قومه هم اراذلنا. اوکی، آقا ترجمه فرمود. اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، اما در اینجا حضرت سید علی محمد شیرازی باباش معلومه، خدا رو شکر، ننش معلومه، خدا رو شکر، محل ولادت، محل نشو و نموش مشخص، سن و سالش همه چی روشنه. حالا مثلا خود حضرت بهاءالله از کردم این درباره بهاءالله نیست، حالا بهاءالله صحبت زیاده. بهاءالله باباش حضرت عباس مشخص در دربار، مثلا خودش کسی برای خودش، مامانش، خانومش، بچه‌هاش همه یک یلیان، همشون مدنیت جدید را، تمدن جدید ایرانی و یا دهکده جهانی را که حضرت بابالله آوردن، بهاءالله میخواد به افتخارت به خودش و به مثلا بابالله که و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند. حالا این میخواد اینا رو نام ببره، اما در اینجا میگن نقاط تاریک وجود نداره. غم در دلش آب میشه دیگه. بعد اینا رو میخواد بگه، حالا تون اینا رو داره نازل میکنیم، کلمات و جملات رو کلمات داریم میخونیم، کیف میکنیم، مزه داره کتاب ایقان و یا دیگر الوا و آثار مولا. اگر آدم اون روحش رو از اون کالبدش بکشه بیرون اصلا انتها ندارد. این ظهور ازهر و سلطنت عظما یعنی حضرت رب اعلی، مربی بزرگ، اون پرورنده خود شخص بهاءالله کیه؟ حضرت سید علی محمد شیرازی. همه جاش روشنه، آفتابی است.
آفتاب آمد دلیل آفتاب. حالا بماند که بعد از آن که روح اون مربی اعلی به آسمان صعود کرد، یعنی یلهایی در دنیا، حالا خب حالا همه میشناسن، حالا من که زیاد اسم رسمشون بلد نیستم، ولی خب میدونیم از ایران که بودیم اینا رو میدونیم، خود همه اقرار میکنن بهایان عالم همه باسواد، همه تحصیل کرده، همه مثلا یه ریش و یه کراواتی یا مثلا دبدبه و کبکبه یا همش هم مثلا خیلی خیلی ثروتمند و از اغنیا و مثلا از عارفان و حالا به تعبیر مولا بهاءالله، البته اینو ملاک نیست، اما چیکار کنیم که این اتفاق با اینا ممزوج شده. حالا من که دل خودم وقتی که داستان مثلا ژینوس محمودی رو درباره بهاءالله یا فاطمه ایران را، قرة العین را، کسی در این باره صحبت کردن، حالا من یا خدا میگم ولی اصلا فاطمه ایران من میگم، این حالا مردم فاطمه ایران قرة العین، اصلا بحث روسری از سر در آوردن نیست. خیلی زنان روسری در آوردن، آلمانی خانمش نگه روسری ندارن مگر اینکه مثلا بخوان کلیسا برای اینجا عبادت برن، روسری در آوردن هنر نبود. فاطمه قرة العین بدون اینکه روسری را از سرش بیرون بیاورد فاطمه قرة العین است. حتی حالا با این جامعیت اون زمانه را آدم با درش بیاره که چجوری این خانم این کار کرد. این راجع به همراه بهاءالله یا بعد از بهاءالله مثل ژینوس های محمودی و دیگران از سران باب الله و بهاءالله همه برای خود کسی بودن اصلا. البته عرض میکنم خوشا به حال اراذل، خوشا به حال اراذل البته، اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظمی جمعی از علمای راشدین، فضلای کاملین، فقهای بالغین از کأس این البته ملاک است قرب و وصال مرزوق شدن و به عنایت عظمی فائز گشتن و از کون و امکان در سبیل جانان فائز گشتن و در سبیل جانان گذشتن. بعضی از اسامی آنها ذکر می شود که شاید سبب استقامت انفس مضطربه به نفوذ غیر مطمئنه شود. حالا تا آقا میشماره از آن جمله جناب ملا حسین بشرویی است. چه صحنه مبارک، چه لحظه مبارک، چه مبارک شب و روز و لحظه بود اون دیدار شیخ حسین بشرویی با اون مربی اعلی. مربی اعلی کی است؟ حضرت سید علی محمد شیرازی است. کجاست؟ از کجا آمد؟ به هیکل مشرف او نور تابیده شد، تماس برقرار کرد، غیب هویت را میخواد افشا بکنه و در قلبش افشا شد. حضرت سید علی محمد شیرازی رمز جهان را درک کرد. این تماس گرفت با روز ازل، جام بلا نوشید و حالا و شاید سید علی محمد شیرازی میرفت و کسی رو نمیدید. خب همون گونه که خدای رحمبان همه جا هست و به گوی غایب است از نظر، اما قرار شد حالا بعد از مثلا تاریخ ایرانی اسلامی خودمون یا اسلام ایرانی خودمون 1260 سال است، قرار است یک اتفاق جدید بیفتد. اتفاقا این اتفاق جدید داستانش با حسین بشرویی است. یکی از اساتید، یکی از ملاهاست، خودش یکی از درس خوانده است. حالا من اگه به جاش می بودم این تهمت رو نمیپذیرم، مثل میگم، ولی خب ملا هست دیگه، درس خونده، صرف و نحو و منطق و مثلا فلسفه و عرفان این رو خونده بود، تحصیلات داشت مثلا، ولی خب اون آلودگی ها رو از خودش زدود و خودش به یک نقطه ای رسید که میخواست شاهد گردد. حالا شاید مثال من همین است که میخواست شاهد گردد. و من در اینجا گفتم چی بگم امروز، بحث عنوان امروز چی بگم؟ گفتم خدا شهید باب الله. شما با این 3 کلمه یه جمله بسازید، این میشه عنوان بحث امروز ما. با 3 کلمه خدا شهید باب الله یک جمله بسازید. خدا شهید باب الله. آیا باب الله شهید است؟ بگیم درسته اینجوری بگیم، یا بگیم خدا شهیده اینجوری بگیم خدا شهید باب الله هست یا باب الله شهید خداست؟ چجوری میشه با این 3 کلمه یک جمله ساخت؟ چگونه؟ حالا این درنگ من برای خاطر خود اون روح مبارک آحاد شما هست. شما چه کار میکردی؟ میدانم یک مقداری سخت است، میدانم که مدارس
متداول و مرسومه در ایران و افغانستان چه بلایی بر سر این کلمات آورده. من اینا رو میدانم. یک از رنجش های من همینه که میدانم کاش که نمیدانستم راحت تر میشدم. از کردم کاش که همون وقتا تو جبهه جنگ و خشم و کینه و جنون شیخ خمینی و شیخ صدام حسین اصلا ما نفله میشدیم و نابود میشدیم و میرفتیم و اصلا نمیدیدم این روزگار را. من فکر نمیکردم اصلا آدم اینقدر میتونه به شرافت یا به شرف برسه، به افتخار برسه. اما بودیم توی داستان ما اون وقت 1300 ساله میگفتن، 1400 سال قدیم، 1300 سال قدیم، همش تکرار بود و تکرار بود و تکرار بود. اصلا نهایتا ملا بشه دیگه، ملای روزخون. نهایت روزخون یعنی چی؟ ملای روزخون یعنی کسی که تکرار مکررات میکند. همه چیزهایی را که باباشون گفته، بابا بزرگشون گفته، ننهشون گفته، ننه بزرگشون گفته و سروده، حالا اون رو هی تکرار میکنن، هی عذر میخوام بلغور میکنن، میگن. این داستان ملاگری مثلا مذهب شیعه است. ملای بزرگ آن است که قصه 1400 سال رو که 1400 سال تکرار شد، هی اینم تکرار بکنه.